چهاربینی محتشم سیر جهانی جودو گرندسلم دوشنبه بعد 3 روز واخوری‌ها به انجام رسید. در روز آخر تاسک‌های بزرگ جودوی دوشنبه رقابت‌ها اساساً میان سنگین وزن‌ها برگزار گردیده کشور ما را همگی 12 جودوکار معرفی نمود. برای تماشای نبردهای روز آخر تعداد زیادی مخلصان و هواداران جودو به مکان برگزاری مسابقه قصر تنیس و مجمع ورزش‌های آبی تشریف آوردند. در وزن تا 90 کیلوگرم جودوکار صاحب استعداد میهن محمدجان عبدوجلیلزاده هنرنمایی نموده در دور اول با نماینده گرجستان بکر ارشویلی گشتین گرفت. داور این رقابت در هفته نیروسنجی جودوکار گرجی را با 3 شید مجازات کرد و پهلوان ما به غلبه دست یافته روانه دوره بعدی شد. در دور دوم حریف محمدجان عبدوجلیلزاده ورزشگر فرانسوی پاول لیوالسلی محسوب میشد. در آخرهای این سبقت محمدجان از امکانات مناسبی برایش فراهم آمده استفاده کرده رقیبش را در حالت اوسایکامی نگاه داشت. پهلوان فرانسوی در مقابل این تهمتن تاجیک تاب نآورده پیش از مهلت تسلیم شد. بعد این قوه آزمایی محمدجان راهش را به دور سوم هموار ساخت. محمدجان عبدوجلیلزاده در دور 4-1 نهایی با مارسلو گومز برزیلی مبارزه برد. در وقت اساسی این رقابت غالب معین نشد و کار به گلدن سکا رفت. در دقیقه دوم وقت طلای جودوکار ما با انجام دادن اصول سریزانو امتیاز وزر به دست آورده به مرحله نیم نهایی وزن تا 90 کیلوگرم راه یافت. در مرحله نیم نهایی وزن تا 90 کیلوگرم محمدجان عبدوجلیلزاده با داوید کلامرتی چخ جلوی هنر نمود. در این واخوری هر دو پهلوان قریب که برابر قوه آزمایی میکردند. متاسفانه در ثانیه‌های آخر وقت اساسی داور مرکز به محمدجان عبدوجلیلزاده شید سوم را داد و همین طور پهلوان ما از حق اشتراک در فینال وزن تا 90 کیلوگرم محروم شد. بعد شکست در دور نیم نهایی محمدجان عبدوجلیلزاده برای به دست آوردن نشان برنجی این وزن با ورزشگر از کشور یونان سلیدیس تئودوروس رقابت کرد. 2 دقیقه ماندن تا انجام وقت این واخوری پهلوان یونانی با به دست آوردن یک وزری پیش صف شد، ولی در 30 ثانیه آخر وقت اساسی محمدجان پرتاب زیبایی را انجام داده با کسب امتیاز ایپون در این واخوری پیروز شد. باید بگوییم که امید و انتظاری های مخلصان سرشمای جودوی تاجیک را در وزن تا 90 کیلوگرم محض محمدجان عبدوجلیلزاده برآورده کرد، زیرا دیگر ورزشکاران ما در همین وزن از جمله کامرانشاه استوپیریان، شادمان رضایف و اکمل مرادوف دچار باخت شدند. در وزن تا 100 کیلوگرم از میان 4 ورزشکار میهن تنها جهانگیر مجیدوف صاحب مقام افتخاری شد و در رقابت یکمش با اسوین چندر از هندوستان روی تمه برآمد. در دقیقه دوم میدانداری جهانگیر طریق اصول هلوک درونه حریفش را به تخت پوش داده با به دست آوردن امتیاز پوند پیش از مهلت به غلبه مشرف گردید. جهانگیر مجیدوف در دور دوم با نماینده قزاقستان ورزشکار 24 ساله شارخان نورلیخان دست به گریبان شد. در آغاز رقابت جودوکار ما با انجام دادن اصول سر کتف صاحب امتیاز وزر شده پیشرفت شد. در ادامه قوه آزمایی جهانگیر باز هم فعالتر شده با پرتاب زیبایش وزر دوم خود را به دست آورده در این دیدار نیز دست بالا گردید. جهانگیر مجیدوف در مرحله 4-1 نهایی وزن تا 100 کیلوگرم با نماینده خرواتیا زلاتکو کومریچ قوه آزمایی کرد. در دقیقه دوم نیروسنجی ورزشگر 30 ساله تاجیک پرتاب مجله انجام داد که ابتدا از جانب داوران وزر بهاگذاری شد، اما بعد چند داوران با هم معاشرت نموده عملکرد جهانگیر را ایپون اعتراف کردند. در دور نیم نهایی وزن تا 100 کیلوگرم جهانگیر مجیدوف با یکی از ورزشکاران موفق کشور شویتزاریا دانیل ایچ روبرو شد. متاسفانه در این رقابت جهانگیر با امتیاز ایپون مغلوب شده نتوانست به فینال راه یابد. جهانگیر مجیدوف بعد از آن که در دور نیم نهایی ناکام شد سپس برای صاحب شدن نشان برنجی وزن تا 100 کیلوگرم با توما نیکیفورووی بلگیایی رقابت کرد. مبارزه پهلوانان بسیار هم سخت و سنگین سپری میشد، زیرا هر دو رقابت شدید نشان میدادند، ولی جهانگیر در لحظه های آخر از خود خوبتر درک داده با یک عملکرد سری وقتی به گرفتن امتیاز وزر دست یافت
محض همین یک امتیاز وزیر پیروزی جهانگیر را در این رقابت تأمین نمود. بعد این غلبه جهانگیر مجیدوف دومین نشان نقره کشور ما را در روز آخری رقابت‌های گرند اسلم دوشنبه کسب کرد. یادآور می‌شویم که در همین وزن امام رضا انورزاده، کرامت الله حکیموف و پرویز عبدالرحمنوف از تاجیکستان هنرنمایی نموده نتوانستند به نتیجه دلخواه دست یابند. در قیاس به دیگر وزن‌ها هنرنمایی جودوکاران وزن جمعی 100 کیلوگرم در روز آخری تاسکلوی بزرگ جودوی دوشنبه شکوه و شهامت خاصه را به این مسابقه ضم نمود، زیرا در این وزن اسطوره جودوی جهانی تدی رینر دستان و تیمور رحیموف و دیگران جلوه هنر نمودند. در این وزن به استثنای تیمور رحیموف از کشور ما، رحمان منصور و شریف جان نظریف مبارزه برده مغلوب گردیدند. پهلوان صاحب نام میهن تیمور رحیموف در دور اول آزاد بود و در دور دوم مقابل دوید کویلشویلی گورجی تهجوی شده اسپانیا نیروسنجی کرد. در آخرهای وقت اساسی این رقابت تیمور حریف خود را در حالت اوسایکام نگاه داشته ظفر یافت و به دور سیوم ره سپار گردید. در دور سیمی وزن جمعی 100 کیلوگرم تیمور رحیموف از تاجیکستان و ابراهیم تاتاروغلو از کشور ترکیه به مسافه هم آمدند. این نبرد برای پهلوان سنگین وزن تاجیک آسان‌تر سپری شد، زیرا در یک فرصت مناسب تیمور رحیموف اصول حلوک درونه را به کار برده با کسب امتیاز ایپان پیش از مهلت غلبه را مال خود کرد. تیمور رحیموف در مرحله نیم نهایی وزن جمعی 100 کیلوگرم با حریف آشتیناپذیر خود مگمد عمرف از امارات متحده عرب رویته تام آمد. باید قید کرد که تیمور رحیموف در فینال بازی‌های آسیایی هنگژو 2022 از این ورزشکار 23 ساله دچار باخت شده بود. در جریان نیروسنجی پهلوانان داور مرکز جودوکار امارات متحده عرب را با دلیل نقض قاعده‌های جودو با 3 شیدات جزا داد و پهلوان ما قصد باخت خود را در دوشنبه گرند اسلم ستانده به فینال راه یافت. در فینال وزن جمعی 100 کیلوگرم تیمور رحیموف با شاه جودو تدی رینری افسانوی مبارزه برد. این پهلوان 35 ساله فرانسوی در کارنامه خود 2 مرتبه قهرمان بازی‌های المپیک، 10 کرات قهرمان جهان و 10 مرتبه نشان زرین از گرند اسلم به دست آورده است. قید کردن به مورد است که نبرد تیمور و رینر از زمره واقعی‌های بود که کل مخلصان و هواداران گشتین جودو برای تماشایش به قصر تنیس و مجمع ورزش‌های آبی تشریف آوردند. متاسفانه جودوکار ما نتوانست انتظارهای مخلصان خود را بهر به دست آوردن نشان طلا برآورده کند، زیرا در این رقابت تدی رینر با انجام یک عملکرد امتیاز ایپان را صاحب شده 11مین نشان زرین خود را از مسابقات گرند اسلم کسب نمود. باید قید کرد که تیمور رحیم بار دوم است که از این نابغه جودو شکست می‌خورد. پهلوان نامآشنای تاجیک بار اول در قهرمانی جهان سال گذشته از تدی رینر ناکام شده بود. به همین ترتیب بعد انجام قوازمایی‌ها و معلوم شدن غالبان مراسم جایزه سپاری برگزار گردید. زینه‌های سهمی وزن تا 90 کیلوگرم را محمد جان عبدالجلیل زاده از تاجیکستان و جیاب پنز از کره صاحب شدند. نشان نقره را دوید کلمیرت از چخیا به دست آورد. مدال طلای این وزن را باشد ورزشکار بی‌طرف منصور لورسانوف صاحب نمود. در وزن تا 100 کیلوگرم باشد جهانگیر مجیدوف از تاجیکستان و جعفر کوستایف از امارات متحده عرب نشانهای برنجی را مال خود کردند. دانیل اچ از سوئیسریا زینه دوم را به دست آورد و گنارو پیرلی ایتالیایی باشد مدال طلا را به گردن آویخت. همچنین جایزه سپاری در وزن جمعی 100 کیلوگرم دایر شد. لسنی کانی از آلمان و دنیس بچایف نماینده بی‌طرف صاحب زینه‌های سوم شدند. تیمور رحیموف نشان نقره را صاحب کرد. مدال طلای وزن جمعی 100 کیلوگرم را باشد تدی رینر از فرانسه صاحب شد. همین طریق در جدول عمومی مسابقه منتخب جودوی تاجیکستان با کسب 7 مدال، 1 طلا، 3 نقره و 3 برنجی زینه چهارم را به دست آورد. در زینه یکم شویتسریا با 2 طلا و 2 نقره قرار گرفت. مقام دوم را باشد کشور افسریا با 2 مدال طلا و 1 نقره کسب نمود. در زینه سوم باشد ایتالیا با 2 مدال طلا و 1 نشان برنجی موقع گرفت.